کت خدا آقا، یک ویروس خطرناک از چشم بادومی آباد در حال گسترش به کل جهان است. خب به درک چه ربطی به ما دارد؟ ما باید مرزهایمان را ببندیم تا این ویروس وارد فینیتو نشود. احمق، همه تحریممون کردن. اگه رابطه تجاری با همین آبادی رو ببندیم اون موقع کی به ما آب و نون میده؟ کت خدا آقا، باید زیارتگاه رو تعطیل کنیم تا کسی اونا رو نبوسه و تفمالی نکنه. احمق، اگه ما اونجا رو تعطیل کنیم هیچکی صدقه و نذوراتش رو نمیاره اونجا، اون موقع عمه تو به ما آب و نون میده؟ تعداد زیادی طلبه از چشم بادومی آباد در حوزه جامعه الکت خدا دارن درس میخونن. وجود آنها به دلیل این ویروس خطرناک است. اون موقع کی میره افکار کت خدا رو در کل آبادی ها گسترش بده؟ منظورش افکار تروریستیه. تجهیزات پزشکی و دارویی مثل ماسک خیلی کم داریم. لطفاً بودجه بهداشت را بیشتر از حوزه علمیه کنید. اسکل جان، من هزاران نماینده در شهرهای مختلف فینیتو دارم. بودجه اینها را از کجا تهیه کنندی؟ خب کت خدا، شما یک راه حل دهید. تمامی کتاب‌های پزشکی را آتش بزنید. به مردم بگویید از طب سنتی کت خدا پیروی کنندی تا گرمیشون بشه وقت نچان. بله، در آینده هر کی از تاریخ ما یک داستان بنویسه میبرنش تیمارستان.